8 تا موش رو انداختن توی یه دنیای بی‌نقص. 4 تا نر، 4 تا ماده. غذا نامحدود، آب نامحدود. نه بیماری بود، نه شکارچی. هیچ تهدیدی از هیچ نوعی نبود. 5 سال بعد همشون مرده بودن. و هیچ کدوم از این مرگ‌ها هم چیزی نبود که یه دامپزشک بتونه تشخیصش بده. بهش میگن جهان 25. آشفته کننده ترین آزمایشی که تا حالا روی یه جامعه انجام شده. سال 1968 دانشمند آمریکایی جان کالهون چیزی ساخت که خودش بهش میگفت بهشت موشها. مواد نرم لانه‌سازی تو هر گوشه، دمای کاملا ثابت، قفسایی که طبق برنامه تمیز میشدن. موشهاش هم سالمترین نمونه‌های کلونی پرورشی مؤسسه ملی بهداشت آمریکا بودن. کالهون یه زیستشناس رفتاری بود که کل دوران کاریش رو گذاشته بود پای یه سوال: وقتی دیگه هیچ چیز سخت نباشه چه بلایی سر یه جامعه میاد؟ بیش از 20 سال بود که نسخه‌های مختلف این آزمایش رو بارها تکرار کرده بود. از جنگل و طویله گرفته تا 10 اتاق آزمایشگاهی. تقریباً هر بار همون الگو تکرار میشد. جمعیت منفجر میشد، خشونت میزد بالا، جفتگیری عجیب و بیش از حد میشد. بعد همه چی میریخت تو بی‌تفاوتی و کلونی میمرد. این الگو رو 24 بار مستند کرده بود. آزمایش 25م قرار بود نسخه کامل باشه. جواب نهایی که دیگه هیچ کس نتونه ردش کنه. این بار همه چی رو توی آزمایشگاه فدرال تو مریلند برپا کرد. یه محفظه مربعی 9 فوتی با آپارتمان‌های روی هم چیده شده کنار دیوارها. وصل به هم با تونل‌های توری از کف تا سقف. کالهون اسمشون رو گذاشته بود آپارتمان‌های واکاپ، با هوپرهایی که هیچ وقت خالی نمی شدن و بطری‌های آبی که هیچ وقت خشک نمی شدن. طبق حسابش این فضا راحت جا داشت برای 3800 تا موش، ولی هیچ وقت حتی نزدیک این عدد هم نشد. روز اول 8 تا موش بنیانگذارش رو گذاشت داخل و در رو بست. تا روز 104 تقریباً هیچ اتفاقی نیفتاد. موشها فقط محیط رو کاوش کردن و فهمیدن هر کدوم کجا باید بخوابه. بعد اولین بچه‌ها به دنیا آمدن و جمعیت شروع کرد به 2 برابر شدن. هر 55 روز دقیقاً 2 برابر تعداد قبل. تا روز 315 بیش از 600 تا موش داخل محفظه زندگی می‌کردن. رو رمپ‌ها از رو هم رد می‌شدن، توی هم کپه می‌خوابیدن و برای جای لونه همش هم رو هول می‌دادن. دقیقاً همین جا بود که همه چی شروع کرد به از هم پاشیدن. توی یک کلونی عادی وقتی جمعیت از ظرفیت قلمرو بیشتر میشه، مازاد جمعیت مهاجرت میکنه. ولی توی جهان 25 زمین جدیدی وجود نداشت. موشهای نر جوونی که نه جایی داشتن برن، نه نقشی داشتن که ایفا کنن، کم کم رانده شدن به مرکز محفظه و اونجا استخرهایی از بدنهای بیحال تشکیل دادن. کالهون ساعتها بالای قفس می ایستاد و تماشا می کرد که اینها هیچ کاری نمی کنن. نه نبردی داشتن که ببرن، نه ماده‌ای داشتن که بره سراغش، نه چیزی داشتن که ازش دفاع کنن. سالم بودن، غذاشون هم خوب بود، ولی مطلقاً هیچ کاری نداشتن انجام بدن. وقتی یکیشون مورد حمله قرار می گرفت، دیگه مقاومت نمی کرد. فقط همونجا دراز می کشید. ضربه ها رو تحمل می کرد. بلند می شد. یکم راه می رفت و دوباره دراز می کشید. اما گروه دیگه‌ای هم بود. درست تو قطب مخالف. هیجان زده و بی تشخیص، سریعتر از هر موش دیگه‌ای تو محفظه حرکت می‌کردن. زورکی خودشون رو مینداختن تو لونه‌های دیگران و آداب جفتگیری رو کلاً کنار می‌ذاشتن. حتی خشونت نرهای مسلط هم جلوشون رو نمی‌گرفت و تو بدترین نقاط کلونی رفتارهایی سر برآورد که هیچ جامعه موشی سالمی قبلش نشون نداده بود. ماده‌ها هم عقب نشینی خودشون رو داشتن. اونهایی که جایی تو نظم اجتماعی پیدا نکرده بودن میرفتن بالاترین آپارتمان‌ها و تنهایی زندگی میکردن. دیگه نه با نرها تعامل داشتن، نه تولید مثل میکردن. کالهون یه چیز دیگه هم کشف کرد: چاله رفتاری. حتی وقتی غذا همه جا به یه اندازه در دسترس بود، موشها وسواسی دور چند تا غذاخوری مشخص جمع میشدن و حاضر نبودن تنهایی غذا بخورن. حضور بقیه انقدر تو غریزه‌شون جا افتاده بود که یه غذاخوری بدون موش دیگه دورش هر چقدرم پر از غذا براشون بیفایده بود. بعدش مادرها هم به شکلی تاریک‌تر شکست خوردن. دفاع از لونه کار طاقت فرسایی بود و نرهایی که اولش قلمرو رو تصاحب کرده بودن خسته شدن و دست کشیدن. مادرها مجبور شدن خودشون هنوز در حال شیردهی از لونه دفاع کنن. به بچه‌های خودشون پشت کردن، ولشون کردن.
فراموش کردن کدوم مال خودشونه و در بدترین دوره‌ها بچه‌های خودشون رو خوردن. تو بعضی بخش‌های کلونی از هر 20 تا موش نوزاد کمتر از یکی تا زمان از شیرگیری زنده میموند. کالهون بعدها نوشت که همینجا بافت اجتماعی کلونی عملاً مرده بود. بدنها هنوز زنده بودن. ساختاری که اینها رو به عنوان یک گونه کنار هم نگه می داشت دیگه نبود. بچه‌هایی که زنده میموندن رو مادرایی بزرگ می‌کردن که براشون تقریباً مهم نبود زنده بمونن یا نه. وقتی بزرگ شدن، رفتاری از خودشون نشون دادن که کالهون تا حالا ندیده بود. هیچ وقت نمی‌جنگیدن، سعی نمی‌کردن جفتگیری کنن، هیچ فعالیت اجتماعی نداشتن. فقط می‌خوردن، می‌خوابیدن و وسواسی خودشون رو تیمار می‌کردن. پشمشون همیشه بی‌نقص میموند چون هیچ وقت وارد هیچ دعوایی نمی‌شدن. و تو کلونی جوری راه میرفتن انگار اصلاً هیچ موش دیگه‌ای وجود نداره. کالهون اسمشون رو گذاشت زیبارویان. ظاهرشون سالمترین موشهای کلونی بود، ولی در عمل مرده بودن. نمیتونستن اجتماعی بشن یا تولید مثل کنن، چون یکی دیگه از قبل هر نقش اجتماعی رو پر کرده بود و به سادگی از این گونه کناره‌گیری کرده بودن. روز 560 جمعیت رسید به اوجش. 2200 تا موش. دیگه هیچ وقت از این عدد بالاتر نرفت. آخرین بارداری موفق روز 920 اتفاق افتاد. بعد از اون دیگه هیچ موش جدیدی به دنیا نیامد. کلونی همچنان پیر میشد. زیبارویان همچنان خودشون رو تیمار میکردن و یکی یکی موشها از پیری مردن بدون اینکه کسی جاشون رو بگیره. 23 می 1973 آخرین موش جهان 25 مرد. 4 سال و 10 ماه بعد از روزی که کالهون در رو بسته بود. اون بعدها نوشت که موشها 2 بار مردن. اول مرگ روح، بعد مرگ جسم. اولی سالها زودتر از دومی اتفاق افتاده بود. وقتی مقاله کالهون منتشر شد، دنیا رفت سراغ ساده ترین برداشت. راحتی میکشه، فراوانی میکشه. تصویر زیبارویان تبدیل شد به یکی از پر استنادترین استعاره‌های اواخر قرن 20. برنامه‌ریزای شهری، رهبرای مذهبی، سیاستمدارا از هر طیفی، هر کی می‌خواست درباره زوال زندگی مدرن هشدار بده، یه چیزی تو این موش‌ها پیدا می‌کرد. ولی این برداشت اون چیزی نبود که کالهون واقعاً گفته بود. نتیجه گیری واقعی خودش همونجا به قلم خودش بود. درباره موجودی به پیچیدگی انسان نوشته بود که فروپاشی مشابه نه فقط ممکنه بلکه منطقیه. اگه تعداد آدمایی که میتونن نقش‌های معنادار رو پر کنن خیلی بیشتر از تعداد نقش‌های موجود باشه، تنها چیزی که میتونه از پی اون بیاد خشونت و از هم گسیختگیه. البته خود آزمایش هم محدودیت داشت. فضا بسته بود، مهاجرت ممکن نبود، تنوع ژنتیکی کم بود و همش فقط روی موش بود. رفتار انسان قطعاً پیچیده تره. خود کالهون هم هیچ وقت ادعا نکرد این آزمایش مستقیما آینده انسان رو پیش بینی میکنه. فقط معتقد بود میتونه درباره نقش ساختارهای اجتماعی و معنا در زندگی سرنخ‌هایی به ما بده. قاتل راحتی نبود. ناپدید شدن نقش‌های معنادار بود. وقتی جمعیت سریعتر از عرضه نقش‌های معنادار رشد کرد، موش‌های بیجایگاه از کار افتادن. جنگجوها دیگه کسی رو نداشتن که باهاش بجنگن. مادرها داشتن از لانه‌هایی دفاع می‌کردن که دیگه کمکی توش نداشتن. نسل جوون هیچی نداشت که به ارث ببره. اون ساختاری که به هر موش دلیلی برای مشارکت میداد کاملاً بخار شده بود. غذا هیچ وقت تموم نشد. آب هیچ وقت تموم نشد. چیزی که تموم شد چیزی بود که از اول هیچ کس فکر نکرده بود که بذارتش تو این بهشت. راحتی اینها رو نکشت، فقط اون استکاکی رو حذف کرد که زنده بودن رو معنادار میکرد. و این بخشیه که تقریباً هیچ کس نقلش نمیکنه. خود کالهون آدم بدبینی نبود. بقیه دوران کاریشو گذاشت، نه پای پیشبینی فروپاشی، بلکه پای جلودیری ازش. همچنان جهانهای جدید می ساخت، متغیرها رو عوض می کرد. دنبال اون یه چیزی بود که بتونه به یه بهشت اضافه کنه تا بازم کار کنه. باور داشت آدما میتونن یه جور دیگه فرق با موشها انتخاب کنن. نوشته بود وقتی فضای فیزیکی محدود میشه، تنها راه پیش رو اینه که خودمون رو گسترش بدیم به فضای مفهومی، به ایده ها، به شبکه ها، به ساختن نقش هایی که قبلا وجود نداشتن. اسم این کار رو گذاشت زایندگی ایده‌ای. راه بیرون رفتن اینه که همچنان دلیل‌های تازه‌ای برای بودن بسازیم.
ولی آزمایش هنوز همونجا تو دل داده ها نشسته. یه بهشت کاملا طراحی شده. 8 تا موش، 5 سال، یه انقراض کامل و یه علت مرگ که هیچ آزمایش سمشناسی هیچ وقت نمیتونست اسمش رو بذاره. موشها انتخابی نداشتن. ما هنوز داریم. شاید سوال واقعی این نباشه که اگه همه چیز رایگان و راحت بشه چه اتفاقی میفته. شاید سوال اینه که اگه دلیلی برای مشارکت نداشته باشیم چه چیزی از انسان بودن باقی میمونه. این که بعدش چی میشه دست خودمونه.